شاکر آماده ای؟ آماده. برو. همش این دعوت دستی من همیشه همه چی دست با دست وای 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 سریعا بو نکن بو نکن بو نه. سلام دوستان، خوشمند به کانال فایر فست. امیدوارم که حالتون خوش، سرشار از موفقیت باشید. چطور بودید که این شعار فایر فست. خب امروز هم دوباره اومدیم با یک چالش دیگه، با یک غذای آسیای شرقی که اینم واقعا موقعی که داشتیم درستش میکردیم خیلی بوی گند میده. خدایا پروردگار رو به هممون رحم کن. اینا چرا اینجوریه غذاهاشون؟ واقعا اصلا من نمیفهمم. حالا این غذا چیه؟ من قرار بود که این یکی از دوستامون اینو برای من بفرسته و دستش هم درد نکنه. این برامون اومد، نگاش بکنید. شکل چای میمونه. شکل چای میمونه. ولی وقتی میریزین تو آب جوش در نهایت به این شکل در میاد. این خشکشه، نگاه کنید. این خشکشه. چی شد؟ بوی چقدر بوش واقعا عجیب غریبه که شاکار سرفش گرفته. خب حالا قراره این غذا رو با چی بخوریم؟ با این چاپستیکا بخوریم. من بلد نیستم. یاد میگیری. شاکر آماده ای؟ آماده هم. برو. همش این دعوت دستی کنه اگه بد بود. اونجوری نه، اون همه نه بابا، اون همه نه. یه دونه بخور ببین میتونی بخوری؟ وای الان یه خوبه. جلو میکروفون بخور، جلو میکروفون بخور. اینجوری باید خرب خرب بکنه. یعنی از اونایی که اون روز اون دفعه خوردی بدمزه تره؟ یا ببین دیگه چیه. من همیشه همه چی دست با دست وای 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 وای. بچه ها واقعا اگر شاهکار بدش بیاد یعنی چه افتضاحیه. خیلی بده. یا خدا. ببین انقدر بوش بده، مثل چه بویی میگه. الان بهت میگم دقیقاً بوی دریا. نه دقیقاً الان بهتون میگم. ببین چربی ماهی مونده رو دیدین؟ به خدا چربی ماهی مونده که دور کبدش هست، امگا 3 مونده، درسته؟ وای ببین اول بذار این امتحان کنه. اون چاپستیک تا بردار. بلد نیستش که. وای اصلا استرس گرفتم انقدر بوش بده. وای خدایا. من فقط یه سوالی دارم از همه اون عزیزانی که این غذا رو میل میکنن. مگه کاهو چه ایرادی داره؟ مگه کلم بروکلی چه ایرادی داره؟ سبزی های دیگه چه ایرادی داره که این انقدر بوگن میده؟ وای وای اصلا نمیدونی رفت تو مغزم. خدا رفت تو مغزم. خیلی بوشگنده. من معذرت میخوام از همه عزیزان آسیای شرقی، قربون شکل ماه همتون برم، ولی نکنید این کارو، واقعا نکنید. به خودت ببین دنیا دارم حرف میزنم، دنیا 2 روزه. اون 2 روزم حداقل غذای خوشمزه بخورید. این همه سبزیجات تو این دنیا هست. این یعنی چی؟ نمیتونه بابا. وایسا. نمیدونم باید بخوره یه تیکه. اون کمه. ببین چاپستیکو بعد اینجوری بگیری دسته، اینجوری با 2 انگشت اینجوری برو ببینم. اگر کمه میدم این بکنه تو حلقت ها. بی خود کلک نزن یه ذره بعدی. آها خیلیه. برو بعد حالی خوبه نیست. نتونستی درار دیگه، منم در آوردم. من به نظرم اینه که اصلا بو نکن. همونو بخور همون خوبه. ولش کن. بخور همونو بخور دیگه، نذار زمین دیگه میافته. نه دهن تو وا کن. امیرعلی اونو گرفتی جلو دهنش که سریعا بو نکن بخور.
وای 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 ریختی زمین. آقا من نخورم خدا باز وکیلی. من چیویدم این اصلا نچیوید. من نخورم اصلا احساس میکنم. ببین اون قبلیا بود که صدف و هشبا و اینا بود. باور بفرمایید الان توی پارکینگ ما 10-15 روز همون بورو میده. ریختم دورا، ریختم دور. ببین معده ها چیه، روده ها چیه. وای مزه شن بغل دریایی که دوتا ماهی بیش مردن رو میده. خدایا نخور. ذکر میگی؟ ببین دستمال خیلی بده بوشگنده، یه دست خیلی بوشگنده. این کمه. بابا کمی که خب تو به نشخات یا همین خوب. یا قرآن محمد. بذار آب دهنم اول قورت بدم که آب نباشه تو آب با این قاطیشه حالا به هم میخوره. وای چقدر بوش بده، واقعا چقدر بوش خونک. بده، چقدر بخور. بوش بده، چقدر بوش بده. میگم نخونه باید بپذیمش. نه فکر نکنم. درار دیگه خب. توف کنده. نتونست قورت بده. آقا واقعا بدمزه است. خیلی تو رو اون هر کسی که دوست دارید به خودتون رحم کنید. بابا این همه چیزهای خوشمزه ما داریم، چرا اینجوری شما؟ چرا این میخورید؟ وای بعد حالا یه ذره اصلا نمک میزدیم یه ذره ادویه میزدیم. حالا اونش چی؟ حالا اصلا گیریم که آقا آب دریا مونده. حالا اونش چی؟ خب من به اونش کاری ندارم. بابا اینو یه فرم قشنگتر بهش بدید. حالا مثلا مثل نمیدونم جلبک ها چرا یه شکل دیگه، اصلا شکلش هم میبینی بدت میاد. اصلا واقعا بوش بده، واقعا بوش بده. دقیقاً بوی همون کبد ماهی نمیده. اصلا افتضاح. خیلی باز من شاهکار، خیلی غذای دریایی میخورم و اصلا حالم بد نمیشه. شاهکار با این که همه چی میخوره. همه چی میخوره، یعنی هیچی بدش نمیاد. اونا رو خورد اون هفته، بعد چشم میکرد. خیلی جاها رفتیم انقدر چیزای بد خورده که واقعا ما حالمون به هم خورده. این دیگه میگم خیلی بده. حتما امتحانش بکنید قربون شکل ما همتون برم. نکنید. چرا امتحان کنم؟ حالا فکر میکنم ما داریم اغراق میکنیم. نه امتحانش بکنید ببینید واقعا ما درست میگیم یا نه. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما بودید. حتما اگر دوست داشتید ما رو لایک بکنید، سابسکرایبمون بکنید، کامنت انگلیسی بذارید و این زنگوله رو هم روی آل بذارید که هر وقت ویدیو داشتیم شما جزو اولین نفرا باشین که ویدیو رو ما میبینید. با عشق تا ویدیو بعدی. بدرود.